در روز عید مثلا خانه غیر خیش یک شناسی است، مثلا یک رفیقی است، یک همسایه‌ای هست، در خانه اون ما یقینا میدونیم که در روز عید مردهایش نیست، همسرش است، مادرش است، دخترش است. آیا از روی تعلیمات مذهبی درست است یک نفر دیگر در روز عید هم اگر چه باشد به خانه همون نفر درآید در حالی گفته مرد نیست و دیگر زنهای همون خاندان برای اون خدمت کنند، مثلا چای آورن و خوراک آورن؟ خیلی سوال جالب است، حتی داغ روز است در بعضی جاها. گشتگذارهای بی منطق اینا میگویند. چنانکه گفتیم مثلا یک برادر همسایه روبروی ما در بنای بلندآشیانه در روبروی ما زندگی میکند. همسایه در سفر است یا در خدمت است یا در مهاجرت مهنتی است، از خانه بیرون است، یک همسری تنها در خانه دارد. کی گفت به کدام تعلیمات اسلام که خانه هم در آمدن به دعوت جایز است یا به دعوت جایز است؟ هم به دعوت جایز نیست، هم به دعوت جایز نیست، چون همسر یکا و تنها در خانه است. این نه خدا گفته است نه پیامبر گفته است. امروز وقتی که حقیقت رو با مردم بیان میکنی میگن تو این کل رو منع کردی. ما جزء منع کردیم که نه در عقل، نه در علم، نه در منطق، نه در اسلام مذهب جایز نیست. پیوندی خویشاوندی گپ نمیره درباره این اساسی علیحده است. خانه خویشتبار پرسش و پاسخ نیست، زنگ زدن و نزدن نیست. باید روی حتمی نیست، لیکن رفتن خوب است. بله. پرسش نیست. پدر از در فرزند می‌دارد، باید بپرسد که ما بیام یا نه. بله. خواهر از در برادر می‌دارد، باید بپرسد اجازه بپرسد ما بیام یا نه. هیچ است. روزی دید و بازدید است. یک کلمه را فراموش نکنید. ما گفتیم گشتگذاری بی منطق که نه در قرآن است، نه در سنت است، نه در عرف همسایگی است.